به سعودی به خاطر اینی که منافع کشور ایران را بتونیم در خارج از کشور حفظ کنیم. الهدف من دخول المتفجرات إلى المملكة أن نحافظ على مصالح إيران في الخارج. نه به خاطر پول و به خاطر این چیزا نبوده. به خاطر شاید به خاطر این بوده که من خواسته بودم باش همکاری کنم. یعنی من میتونستم بگم نه. لم أقم بهذا العمل مقابل المال أو أشياء أخرى وقمت بهذا العمل وكان بإمكاني أن أقول لا. بعد از اینکه رضا توکلی اصرار کرد برادر من راضی نمیشد این کار رو بکنه. رغم إصرار رضا توكلي على نقل المتفجرات إلى المملكة لم يرضى أخي بهذا العمل. اما اون برادر من برد تهران و اینطور که خود برادر من میگفت، البته من نبودم فقط من شنیدم، گفت که من رو بردن تهران و به اصطلاح تهران بهش گفته بودن که این کار از طرف دولت هم حمایت میشه و این نیست که شما بترسی یا تنها باشی اینا. كما قال لي أخي لقد أخذه رضا توكلي إلى طهران وهناك قالوا له إن هذا العمل سوف يتمتع بحماية الدولة وعليه أن لا يخاف لأنه لن يكون وحده في هذا العمل. من یه دوستی دارم به نام علی بنیانیان. این دوست من که اسمش علی بنیانیان هست، یکی از دوستان خودش رو به نام رضا توکلی به من معرفی کرد و من با یعنی رضا توکلی من ساک‌های حجاج رو تحویل رضا توکلی دادم و رضا توکلی این مواد رو تو این ساک‌ها قرار داد و منم آوردم اینجا. لي صديق اسمه علي بنيانيان وهذا الصديق عرفني بأحد أصدقائه ويدعى رضا توكلي. سلمت شنط الحجاج إلى رضا توكلي ورضا توكلي هو الذي وضع هذه المواد المتفجرة في شنط الحجاج وأنا أتيت بها إلى هنا. اول که خب نیامد بیرون، ولی بعد که آخر دست که یه مأمور سعودی هم دنبالش بود اومد بیرون، تا من بعد از سلام علیکم اینا گفت که چرا ساکا ما رو برگردوندن. گفتم والا من نمیدونم. وقت بعد گفت که رضا توکلی رو ندیدی؟ گفتم نه. عندما شاهدت أخي بصحبة موظف سعودي سلم علي وقال إنه لم يتسلم الشنط ثم سألني هل رأيت رضا توكلي؟ قلت لا. بعدش گفت که اگه یه وقت رضا توکلی رو دیدی جریان بهش بگو که ساکا رو به اصطلاح فهمیدن بگرفتن. ثم قال لو رأيت رضا توكلي أخبره بما حدث وأنهم اكتشفوا ما في الشنط وأخذوها. رضا توکلی یکی جوری که خودشون معرفی کرد گفت من یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب هستم و بعد ایشون توضیح داد که اگر شما که مدیر کاروان هستی بتونی یه مقداری مواد منفجره از طریق وسایل حجاج مثل ساکشون به کشور عربستان سعودی ببریم و من اونجا خودم قبل از شما هستم و این مواد رو از شما تحویل میگیرم و ما میتونیم، یعنی ایشون گفت که من بعد از طریقایی که میدونم این مواد رو در مثلا اون جاهایی که باید بره میفرستم استفاده بشه. رضا توكلي كما عرف نفسه لي قال إنه من أفراد الحرس الثوري وحسب ما وضح لي أنك بصفتك كمدير القافلة تستطيع إدخال المواد المتفجرة إلى المملكة العربية السعودية عن طريق الحجاج في شنطهم وسوف أكون هناك قبلك وأستلم هذه المواد المتفجرة منك ونحن سوف نستخدمها بالطريقة المناسبة. من فکر می‌کنم که بعد از اون جریان که به اصطلاح لو رفته باشه اصلا شاید به ایران نیامده باشه و یا اگر هم اومده به یه صورتی بالاخره بردندش ایران یا جای دیگه به هر حال، یا مثلا تو سفارتی، یا اگر اینجا باشه که
جایی نمیتونه باشه، یا در سفارت احتمالاً باشه یا اینکه اصلا نیامده ایران، وقتی که فهمیده دیگه اصلا نذاشتن بیاد. أعتقد أن رضا توكلي لم يحضر من إيران بعد اكتشاف الأمر، أو أنه حضر ثم أعادوه إلى إيران أو أخرجوه إلى مكان آخر، ويحتمل أيضا أن يكون في السفارة. این سال تو ایران درست شده، منم حمله‌دار ایرانی هستم، ظاهر ایرانی اومده، هواپیما از ایران اومده، اینا همه واضحه، یعنی هیچ پوشیده‌ای نیست. این که اونا چه مقصدی داشتن خبر ندارن. من میگم شما با دولت ایران بپرسید. هذه الشنطة صنعت في إيران، وأنا حملدار إيراني، والحجاج إيرانيون، والطائرة إيرانية جاءت من إيران. هذا كله واضح لا خفاء فيه. ما هو هدفهم من ذلك لا أعرف. أنا أقول اسألوا الحكومة الإيرانية. وبعد أيها المشاهدون الكرام، فهذا ما كان من إيران في العام الماضي وما كان منها في هذا العام، وهذا ما قابلت به المملكة العربية السعودية هذه الجرائم النكراء. والحكم بعد هذا لضمائر المشاهدين في جميع أنحاء العالم الإسلامي والعربي والغربي، وللمنصفين من أبناء الشعب الإيراني المسلم. السلام عليكم ورحمة الله